یه بابا جنبه بود در اینجا قهر کردن عبدالرزاق مشاهده کرده می شود. کی اهمیت داشت؟ یه بابا جنبه بود Champions! What a great match, ladies and gentlemen. Give it up for See from your point of view, would you do this again if you got offered a rematch? Yani agar предложение bo'lsa revansh qilasan bu. Yani Shams. yaxshi Tegidan, chap tegidan on primoy o'tadi Erali. Erali qara jeb yaxshi jeb yaxshi shoshilma Erali tutib olasan yugurma tutib olasan endi Shoshma. endi o'zi kelsin tur joyingda beri سلام علیکم دوستان عزیز برادرای قدردان روزی احمد بخیر شادی باشه. جنگ عبدالرزاق دیدیم با همراهی او برادر ازبکمان. خیلی فکری ما قطعی همه دوباره بهترین فکر کردن هر دشه مقصد دست بالا گردوندن نیچیه به قول خمون بهترین خیلی که خرسندم شیدیم خیلی نبو هممون دیدیم جایی که پشت اسم هر جاش اینه میمونن عبدالرزاق کم بسیار مشت بسیار خورد لیکن بو خیلی مشت هم زد. اگر کوشش کنه در آینده با خیلی مقصد راونویسای خودش بسیارن با وزن خودش و با کار خودش بسیارن در تمام دنیا هستن. انشالله که ما دعا میکنیم که پرچم ملی تمام خیلی برداره همه وقت فقط دست بالا باشه. حالی ای پیش ای همش مشق با پیش حالی همش ای پیش ای ما فقط بله چی که میکنیم که پرچم ملت فقط برداریم. خدا نگاه بام این خیلی دیدیم که با قول اروسا نیچی شد. Having a good time? Ladies and gentlemen, after 4 hard rounds, we declare both of them champions! What a great match tonight! یه بابا جنبه بود